دوستان سلام، وقتتون بخیر. یه سری نکات خیلی مهم در مورد اشخاصی که تو قبرس ملک خریدن و یک سری قوانین جدید هست که لازم دونستم حتما بهتون بگم. فکر میکنم که هر کسی که تو قبرس ملک خریده حتما باید این شرایط رو تحلیل کنه و یک آمادگی ذهنی در موردش داشته باشه. اگه یادتون باشه تو ویدیو قبل یه سری نکات رو من راجع به سود بانکی و شرایط اقتصادی ترکیه گفتم که خب خیلی تاثیرگذاره رو قبرس شمالی و اینکه اگر سود بانکی توی کشوری بیاد پایین، پول از تو بانک ها کم کم خارج میشه و وارد صنایع مادر میشه که حالا در مورد قبرس شمالی، چون بانک هایی که اینجا سود میدن اغلبشون بانک های ترکیه‌ای هستن، وقتی این پولا از تو بانک در بیاد، اولین صنعت و بزرگترین صنعت اینجا بحث ساختمان و توریست هستش. قاعدتا باید تزریق بشه تو این دوتا صنعت در ابتدای کار. نکته که وجود داره اینه که همونطور که من قبلا گفته بودم و پیش بینی کرده بودیم، صحبت این بود که از اواخر سال 2024 یا تو 6 ماه اول سال 2025 ترکیه سود بانکیشو بیاره پایین. این اواخر اعلام کردن که همون 50 یا 55% سود میدن. تقریبا تو یک هفته گذشته چند بار این بحث شده که قرار این سود رو به 38% برسونه ترکیه و طبیعتا وقتی سود از 55 به 38% برسه، این پول از تو بانک کم کم خارج میشه و وارد صنایع میشه، مثل صنایع ساختمان و بقیه صنعت‌ها تو قبرس. نکته‌ام چیه؟ نکته‌ام اینه که اونایی که تو قبرس خونه خریدن، با توجه به گرون شدن پوند و بازار راکد ملک تو قبرس و تو ایران و یا میشه گفت حتی تو دنیا، به خاطر حالا جنگ و داستان‌هایی که همه بهتر از من میدونید، یک نگاه غلط و شاید بگم منفی نسبت به قبرس پیدا کردن که حالا کاش ما قبرس خونه نخریده بودیم و اگه بخوام بازش کنم اینجوری شد که اینا دو دسته شدن. یک سری آدما که ملک خریدن، قسطشون رو دادن یا دارن بدن یا تصفیه کردن، الان خیلی خوشحالن. مثلا ملک خریدن 80,000 تا، الان شده 150,000 تا. اون موقع پوند بوده 40,000 تومان، الان شده 100,000 تومان. و خب همه جوره سود کردن. حالا الان یا دارن زندگی میکنن یا میخوان بفروشن یا دارن اجاره میدن. واسه هپیان و واسه اون دسته از آدما قبرس بهشت بوده. هم قبرس مکان خیلی خوب بوده، هم ما و همکارای ما خیلی آدمای خوبی بودیم که به اینا به حساب معرفی کردیم که این سرمایه‌گذاری رو انجام بدن. یه دسته هم هستن که نه، مثلا تو بازار گرمی و تو بحبوحه‌ای که خب ملک اینجا خیلی بازارش خوب بوده، اومدن یه ملک خریدن یا چند تا ملک خریدن، بعد قوانین یه ذره اومد کارو سخت کرد، پوند گرون شد، بازار راکد شد، دنبال این بودن تو ذهنشون که مثلا 2 تا خونه بخرن، 3 تا خونه بخرن، بعد 2 تاشو بفروشن، یکیشو نگه دارن. خلاصه همه جوره از هر طرف که شد سود کنن که ما خودمونم شامل این دسته از آدما بودیم. یعنی ما که خودمون توی این کاریم و فکر می‌کنم همکارای منم همینطور، همه این تحلیل رو، این پیش بینی رو داشتیم که خب بازار ملک قبرس شمالی چون قیمتاش خیلی خوبه و شرایط پرداخت خیلی ایدئالی داره، هر روز داره رو به بالاتر میره و هم خودمون کسایی که اینجا کار میکنن، زندگی میکنن، دنبال این بودن که مثلا ملک بیشتر بخرن. هم حتی پیشنهاد میدادیم که آقا به جای یه دونه 2 تا بخر یا به جای 2 تا 3 تا بخر اگر کسی توان مالیشو داشت. اما 2 تا نکته مهم وجود داره. یکی اینکه ما به همه گفتیم که زمانی که میخواین ملک رو بفروشین، اگر بازار به همین شکل امروز باشه، شما میتونید ملک رو بفروشین و سود بکنین روش و دو سه برابر کنید اون مبلغ ارزش افزوده رو. که خب یهو بازار تغییر کرد. این بازار دقیقاً بازار ملک قبرس شمالی تو 7-8 ماه گذشته 180 درجه برگشت. فکر میکنم از این تغییر وارونگی بازار 30-40 درصدش برمیگرده به خود قبرس. تقریبا شاید بگم 60-70 درصدش برمیگرده به سیاست‌هایی که ترکیه داشت و هیچ کس هیچ جا بهش اشاره‌ای نکرده. من میخوام تو این ویدیو حتما بهتون بگم که علت این وارونگی بازار و اینا یک اتفاق سیاسی بوده. قبرس تحت مدیریت کلی کشور ترکیه است. یعنی اقتصاد قبرس شمالی خیلی وابسته به کشور ترکیه هست. از سال 2019 تا سال 2022 اوایل 2023 ما یه جهش مثلا بین 100 تا 250 درصدی تو بازار ملک قبرس شمالی رو شاهد بودیم که این موضوع خیلی خوشایند بود، هم واسه قبرسی‌ها، هم واسه ترک‌ها، هم واسه خارجی‌ها. یعنی کسی که یه دونه ملک اینجا خریده بود، اون جهش ارزش افزوده‌اش واسش مطلوب بود. خود قبرسی‌ها که اینجا ساکن بودن پولشون چندین برابر شد.
ترک‌ها هم خیلی خوشحال بودن که خب خارجی‌ها دارن میان سرمایه میارن تو کشورشون و قطعا وقتی کسی توی کشوری خارجی بیشتر میاد فقط به یه حوزه کمک نمیکنه دیگه، حوزه گردشگری و آموزش و بازارها و بنگاه‌های کوچیک و همه بالاخره تحت تاثیر قرار میگیرن. ترکیه توی تایمی متوجه شد که بالاخره باید توی تایمی با قبرس جنوبی کنار بیاد. حالا بگذاریم که داستان‌های پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و اتفاقهای دیگه هم پشت این قضیه هست و تاثیرگذار. تقریبا 1.5 سال پیش قبرس جنوب پیشنهاد داد که شما شهر واروشا و قسمتی از گذریات رو برگردونید به قبرس جنوب، در ازاش من فرودگاه ارجان و بندر فاماگوستا رو به رسمیت میشناسم و شما دیگه میتونید پرواز مستقیم از هر جای دنیا داشته باشین یا کشتی بگیرین از هر جای دنیا مستقیم به قبرس شمالی، که دولت قبرس اینو نپذیرفت. یعنی در اینجوری بهتره بگم که رئیس جمهور ترکیه اینو نپذیرفت که یه علتی پشتش بود این نپذیرفتن. ترکیه دید که جمعیت ساکن ترکنشین قبرس اونقدری نیست که بتونه با جمعیت خارجی که داره هجوم میاره و هجوم آورده بودن تو قبرس شمالی رقابت بکنه و برتری و تسلط داشته باشه. از طرفی هم وقتی صحبت آشتی کردن و باز کردن مرزها و اینها به وجود میاد، قاعدتاً بعد سطح اتفاقات نظامی توی کشور بیاد پایین و اصطلاحاً فاز دوستی برقرار بشه بین دو تا کشور. اومد چیکار کرد؟ اومد گفت آقا یه سری قوانین من وضع میکنم. مثلا چی؟ مثلا ترک‌ها میتونن 3 تا خونه بخرن، تا 3 تا خونه سند بگیرن، خارجی فقط میتونه یکی بخره. یا مثلا اومد گفت دیگه هیچ شرکت خارجی اجازه نداره که بیاد با یک قبرسی شریک بشه و یک شرکت ساختمانی بزنه و شروع کنه به ساخت و ساز املاک. یا مثلا گفتش که تو هر پروژه یه درصدی حدود، حالا اجازه ندارم، فکر می‌کنم 80% باید حتما ترک باشن، 20% میتونن خارجی باشن. تمام این قوانین یه چیز داشت میگفت که جمعیت مقیم ترکنشین قبرس شمالی باید ارجحیت داشته باشه به تمام جوامع دیگه، حالا ایرانی و روس و آلمانی و کشورهای اسکاندیناوی و غیره. چرا؟ که بتونه این دوستی و دست دوستی رو با قبرس جنوب بده و درها رو باز بکنه. اما این وسط چه اتفاقی میفته؟ شما امروز، همین امروز که ما داریم این ویدیو رو میگیریم 16 دسامبر 2024، مثلا مثال میزنم یه آپارتمان 2 خوابه تو قبرس جنوب تو هر شهری، لارناکا مثلا، حدود فکر میکنم 800-900 هزار یورو پولشه. مشابه اون ساختمون تو قبرس شمالی رو شما میتونی با 200-250 هزار تا بخرید. یه تفاوت 2-3 برابری فاحش وجود داره. عملاً سواحل و زیبایی و امکاناتی که قبرس شمالی داره تازه قبرس جنوب نداره به خیلی از جهات. ترکیه، سیاستمدارای ترکیه اومدن گفتن خب ما چرا این سود رو 2 دسته تقدیم میکنیم به خارجی‌ها فقط؟ ما که دنبال این هستیم که جمعیت ترک رو افزایش بدیم. بذار پس این سود و این منافع هم تو جیب خودمون باشه. تا اینجاشو داشته باشین. چه اتفاقی افتاد؟ یعنی سیاست کلی ترکیه این بود که خب من که قرار دست دوستی بدم، مرزها هم قرار باز بشه. مرزها که باز بشه، عملا قیمت‌های املاک و مستقلات تو قبرس شمالی میشه این قبرس جنوبی 2-3 برابر 4 برابر قیمت میشه. اومد گفتش که اوکی، حالا الان من با یک سیاست خاصی یک سری قوانین وضع میکنم که خارجی‌ها برن بیرون. خارجی بیشتر از یه ملک نمیتونه بخره. اونایی که بیشتر از یه ملک خریدن 2 سال بیشتر فرصت ندارن ملکاشونو بفروشن. سختگیری‌های واسه ارائه اقامت کاری، اقامت روی خرید ملک و همه اینا رو اعمال کرد. عملاً شما تو 6 ماه گذشته ریپورت پلیس رو نگاه کنید، فکر می‌کنم بالغ بر 20,000 تا ایرانی یا خارجی رو اینا فقط دیپورت کردن که خیلی هاشون حالا به خاطر نداشتن پول کافی تو حسابشون بوده یا یه نقص پرونده یا هر چیز دیگه. در اصل اینجوری میتونم بگم بهانه، به این بهانه کلی خارجی رو اخراج کردن. این اخراج کردن باعث این شد که خب طرف اینجا ملک خریده بود ولی نمیتونست اقامت بگیره. بازارم راکت بود. اینا راکت ترش کردن که چه اتفاقی بیفته که منی که مثلا ملک خریدم 150,000 پوند بگم آقا من حاضرم به همون قیمت ملکمو بفروشم. من 2 سال پیش ملک خریدم 150,000 پوند، الان شده 300,000 پوند قیمت واقعیش. ولی چون به من اقامت نمیدن، چون اینجا من هپی نیستم، داستان موندن و زندگی کردن دارم، حاضرم به همون قیمت و حتی ارزون‌تر به نصف قیمت. ما خیلی یارو داشتیم که توی این مدت گفتن آقا ما خونه رو خریدیم 100 تا حاضریم 50 تا به ما بدید ما برگردیم. حالا پوند تو کشور ما گرون شده بود، مخصوصا تو جوامع ایرانی. اتفاقی که افتاد اینه که ترک‌ها رو دعوت کردن به قبرس شمالی، ترک‌های ترکیه رو، و شروع کردن به خریدن یا باز خرید املاکی که ما خارجی‌ها تو 2 سال و 3 سال گذشته خریده بودیم به همون قیمت 2 سال گذشته.
یعنی ترکایی که اومدن و دارن الان میان قبرس شمالی دارن املاکی رو بیشتر میخرن. 90% ترکایی که الان دارن توی قبرس شمالی خرید میکنن املاکی که خارجی‌ها قبلا خریدن پیش خرید کردن الان نزدیک تحویلشونه یا آماده تحویل شده رو دارن به قیمت 2 سال پیش میخرن. یعنی با سیاست بسیار کامل و بسیار زیبا و بسیار دقیق با برنامه‌ریزی بسیار دقیق ترک‌ها هم دارن جمعیتشون رو اینجا زیاد میکنن، هم دارن از اون ارزش افزوده‌ای که قرار بود خارجی‌ها به همه بهره ببرن سوء استفاده میکنن، هم دارن کم کم دست دوستی رو به قبرس جنوب میدن. لذا اومدن تو 2-3 روز گذشته دوباره قوانین رو تغییر دادن. اعلام کردن که اگر کسی بیشتر از یه دونه ملک خریده احتیاج نیست تا 2 سال بفروشه، تا 7 سال میتونه در اختیارش باشه. تازه بعد از 7 سال هم یک سری شرایط روش باز کردن که میتونه خدمات توریستی و گردشگری توشون ارائه بده و هنوز دقیق نیومده بیرون که جزئیاتش چیه. و دوباره این قانون رو برگردونن به حالت اولش که اگر یک خارجی یک شرکتی ثبت بکنه که 49% برای خارجی باشه، 51% واسه یک شخص قبرسی و عضو اتحادیه سازندگان ساختمان باشه، دوباره اجازه داره که شروع کنه به ساختمان سازی و حالا یا املاک زیادی بخره. یعنی یه پول بک زدن این که دوباره چون سرمایه گذارای بزرگ نمی آمدن. مثلا ما از کشور امارات، قطر، کویت کلی سرمایه گذار بزرگ داشتیم که از چین حتی توجهشون به قبرس شمالی توی 1 سال گذشته خیلی جذب شده بود، برگشته بود و خب این قانون اجازه نمیداد اونا ورود کنن. اومدن برای اون دسته از افرادی که میخوان سرمایه گذاری بزرگ بکنن این قانون رو دوباره برگردوندن. برای من و شما آدمای معمولی شاید زیاد تاثیر نداشته باشه ولی برای سرمایه گذارا خیلی داره. از این ورم گفتن آقا هر کی بیشتر از یه دونه ملک خریده مشکلی نداره تا 7 سال نگه داره، بعد 7 سال ما تازه یه سری خدمات میدیم. یک زمزمه هایی هم شده که بعد از 7 سال ما پاسپورت میدیم هر کسی که توی قبرس شمالی بمونه، چه کار داره، چه خونه داره، چه هر چیز. اون 2 مورد اولی به صورت قانون تو روزنامه رسمی در اومده ثبت شده. این مورد پاسپورت و اینا رو زمزمه‌هاش هست، هنوز رسمی اعلام نکردن. حتی اعلام کردن که کسایی که ملک خریدن و سند به نامشون شده میتونن دایرکت اقامت 5 ساله بگیرن، چه بالای 60 سال چه زیر 60 سال، و اقامت 1 ساله هم روی خرید ملک رو اون مبلغ تمکن مالیشو اومدن روی 17,000 تا گذاشتن و خیلی هم راحت تر دیگه دارن اون اقامت رو ارائه میدن. من حیث المجموع صحبت رو کوچیک بکنم و خلاصه بکنم. من چک بکنم از اینا که اشتباه نگم. نکته خیلی مهم این عرایض من اینه که قطعاً به نظر شخص بنده توی 2 سال آینده قبرس شمالی یک جهش بسیار بزرگ تو قیمت املاکش اتفاق میفته و به محض اینکه مرز هوایی و مرز دریایی قبرس شمالی بین المللی بشه و پرواز مستقیم از طرف فرودگاه ارجان برقرار بشه، ملک‌ها قیمتش 2-3 برابر میشه. با توجه به اتفاقاتی هم و برنامه‌های کلانی هم که ترکیه و خود دولت قبرس شمالی اینجا داره، مثلا ساختن، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 10 تا یا 12 تا هتل 5 ستاره الان در حال ساخت تو قبرس شمالی، غیر از اینایی که الان هست. یه سری بنادر تفریحی و جای توریستی دیگه. با توجه به اینکه بودجه صنعت توریست هم مجلس امسال خیلی 2-3 برابرش کرد تو قبرس. این هشدار رو میدم به عزیزانی که تو قبرس ملک خریدن، اینکه قضاوت زود هنگام راجع به سرمایه‌گذاریتون نکنید. اینجوری نشه که خدایی نکرده شما ملکتون رو به قیمت خیلی کم بفروشین یا پس بدین یا اقساطتون رو ندین، ملکتون بسوزه، بعد 2 سال دیگه با یک اتفاق روبرو بشید که خب مثلا ما ملکی خریدیم 100,000 تا الان شده 500,000 تا و ما اون ملک رو نداریم. فکر میکنم افرادی که سرمایه گذاری کردن تو قبرس اگه این حرفای من رو با دقت گوش کنن متوجه عرایض بنده میشن. سیاست ترکیه برای این بوده که خارجی‌ها رو توی تایمی برگردونه عقب، قیمت ملک رو بیاره پایین که ترکا بیان بخرن و بعد که درا باز شد و قیمت رو 2-3 برابر شد، پول تو جیب ترکا بره، اصطلاحاً تو جیب خودشون بره. امیدوارم که با تمام مشکلاتی که ما تو کشورمون داریم و قیمت فضایی پوند و بقیه مسائل به هر قیمتی شده بتونیم این املاکی که خریداری کردیم هم ما هم شما حفظ کنیم توی قبرس که تو 2-3 سال آینده سوار بر اون موج افزایش قیمت و ارزش افزوده جذابش به پوند انگلیس باشیم. موفق و پیروز باشیم. هلدینگ مدیریت سرمایه تادیان، بی انتها فکر کن بدون مرز.